این چیز هم به همگان معلوم است که امروز زیاده از 1 میلیون فرد تاجیکستان بیرون از مرز جمهوری فعالیت کاری دارند و بسیار مشکلی ها اونا دچارند و قسم زیادی زندگی امروزی مردم خصوصا در دهات از فعالیت همین جوانان بیرون از مرز ماموری جمهوری تاجیکستان قرار دارد. یعنی آینده ما هر چه حرکت کنیم که از مقدار جوانان، زنان و دیگر شخصانی که قابل مهنتند هر چه بسیارتر در خود حدود جمهوری تاجیکستان با کار تامین گردند. در سمت تطبیق سیاست جوانان ورزش و سیاحی ما می‌دانیم که امروز قسم بسیاری جوانان از نبودن جای کار، از نبودن میدانچه‌های ورزشی، از کم بودن جای‌های ورزش و هر گونه عامل‌های منفی مشغولند. از این لحاظ یکی از تدبیرهای اولین هم در دهات هم در شهر از آن عبارت است که آینده ما تعداد این جوانان را بین نوبت گیریم و مقدار ضروری هم ورزشگاه و هم زاله‌های ورزشی را هم در شهر هم دهات طبق تعداد جوانان تامین نماییم. سمت ما این دستگیری طبقه‌های کمیزات اهالی می‌باشد و متخصصان جوان ساحه طب و معارف و علم و فرهنگ معین نمودن مفهوم اهالی کمیزات در همکاری با خود اهالی و حکومت محلی جستجو و دریافت راه‌های الترناتیوی دستگیری غیر بودجوی نفقه‌گیرانی که نفقه‌شان در سطح پست قرار دارد. راهگیری و داروباری‌های رایگان، تشکیل مغازه‌های الهیده و یا دیگر کارها. زن‌های حامله‌دار و کودکان سنی تا 5 ساله، مکتبچه‌ها، دانشجویان که از عائله‌های کم‌ضعف میباشند. پیشنهاد پاکت‌های الهیده داروباری و بعضی موادهای خوراکواری، راهگیری، پایزن‌های رایگان، استیپندیا، تأمین با کتاب و دفتر رایگان و آزاد نمودن از اشتراک در تعمیر صنفخانه‌ها. با مقصد پایدار نمودن جامعه عدالت اجتماعی که جوابگوی منفعت‌های همه مهنتکشان بوده، حقوق آزادی‌های انسان را تامین می‌نماید و شرایط شایسته اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، معنوی را برای زندگی ارزنده زحمتکشان جمهوری تاجیکستان فراهم می‌آورد. چنانکه همه شما معلوم است حزب کمونیست تاجیکستان یک از پای سابقه دار میباشد که پدر و مادران ما با بابایان ما این اعضای حزب بودند و او را عزت و احترام میکردند تا حاضر شکرانه نان حمام دوره میکنند و پرینسیپ حزب کمونیست تاجیکستان این به هر کس باید موافق قابلیتش به جامعه خدمت کند و موافق مهنتش درآمد گیرد. البته امروز از نگاه استحصالی اقتصادیاتی کشور مثلا دولت ما دولت اگروصنعتی است. یعنی توجه اول و خاصه داده می شود به ساحه اول به ساحه کشاورزی و بعدا به ساحه صنعت. در آینده ما می خواهیم که این دیگر شود، یعنی صنعتی و اگراری کنانی اقتصادیاتی کشور. چون که اگر ساحه های صنعت یعنی کارخانه های صنعتی در کشور فعالیت نکنند، نه ساحه کشاورزی رشد میکند، نه صنعت رشد میکند، نه جایهای کاری به وجود می آید، نه آبادی می شود، نه رشد اقتصادی. در ساحه علم و فرهنگ، ورزش و توریسم ما پیشنهاد می‌نماییم: یکم تامین دائمی مبلغ‌گذاری در ساحه علم و فرهنگ. دوم تطبیق برنامه ملی دایر به انکشاف توریسم. و سوم تازه کردن ساختارهای علمی از شخصان تصادفی و جمع نمودن جوانان قابلیت‌نام به این ساحه. یاری به شهروندان کم‌بضاعت، نفقه‌خوران، معیوبان، مادران تنها، شخصان بی‌سروپا، کودکان بی‌پدر و مادر، بلند برداشتن مقام زن در جامعه و طبقه‌های وسیع عامه دسترس بودن منزل، برنامه اجتماعی حزب ما و تفاوت رایگان از مسئولیت‌های برنامه اجتماعی حزب ما به شمار می‌رود. در بخش سیاسی پرینسیپ برابری قانون رعایت کرده شود. همه شاخه‌های حاکمیت قانونگذار، سودی و اجرایی مستقل و در نزد مردم حساب دهنده باشند. مقامات اجرایی دولتی انتخابی باشند و در بخش اقتصادی باشند. مقدار و فایز همه گونه انداز از اهالی کم کرده شود. در سیاست اقتصادی کشور تغییرات جدی وارد کرده شود. برای صاحبکاران و خواجگی‌های دهقانی شرایط مساعد مهیا کرده شود. اما در ساحه معارف که امروز برای ما و شما مربوط است، گفتنی هستم که در ساحه معارف، فرهنگ و تندرستی اصلاحات کلی وارد کرده شود. تحصیلات میانه عمومی رایگان و معاش معلمان و شرایط امروزه مطابق گردانده شود.